نه بعدا با تماس کنم. فعلا سلام بابا. فعلا تماس میگیرم. سلام دخترم، اینجا چی کار میکنی؟ بس امیر کو؟ باز بدون امیر اومدی؟ تا اونجا که من میدونم تو زندگیت مشکلی نداشتی، برای چی اومدی اینجا الان؟ قدم رو چش ولی تنهایی چرا؟ دیگه خسته شدم، دیگه بریدم، دیگه نمیکشم. اصلا این مرد که وانه بود میکرد نبود. آبی اصلا قصه نخور، فدای سرت. فردا میریم دادگاه، تکلیف همه چی رو روشن میکنیم. بیا خودش هم اومد. چه بهتر دخترم. سلام خیلی خوشم میاد. خوبی امیر جان؟ چیه؟ زندگیتون چی شده؟ تک میاد، اون میاد، تو میای، دخترم میاد. شما که مشکلی نداشتین تو زندگیتون؟ بابا به خدا من دارم صبح تا شب کار میکنم واسه این سن، من جونم هم دارم میدم، از خودم دارم میزنم که واسه خوشبختی دختره، ولی به خدا یه لحظه من عصبانی شدم، یه حرفی زدم، 100 بارم ازش معذرت خواهی کردم. امیر جان قدر زندگیت بدون، به خاطر یه چیز پوچ زندگی تو اصلا نپوچونی، نکن این کارو. زندگی شیرینه، خرابش نکنی. دخترم تا اونجا که من میدونم که امیر پسر خوبیه، که برای تو همه چی ساخته، چرا ناراحتی؟ من و برادرت هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. دست همدیگه رو بگیرید، بلند شو برید خونه‌تون، زندگیتون رو خودتون بسازید. مشکلات هر دوتون رو خودتون میتونید حل کنید. باشه دخترم.